Haçan bilmem ne pişiririz. Dolma. سینه مرغ چرخ میکنیم. سینه مرغ چرخ میکنیم. بچه‌ام داره چرخ خاموش میکنه. بعد پیاز و رنده 4 عدد پیاز رو خورد میکنیم تو دستگاه. پیاز رو خورد میکنم. بعضیا برای درست کردن دلمه از گوشت گوسفندی استفاده میکنن، ولی حاج خانم این بار از سینه مرغ استفاده میکنه. خب گوشت رو تفت میدیم تا بپزه. ایسته زمان بره تا سرخ بشه. بهش پیاز خورد کرده رو اضافه میکنیم. زردچوبه اضافه میکنیم. مقدارش در ویدیو مشخص است. نمک اضافه میکنیم و یک قاشق رب گوجه فرنگی. سبزیامون رو خورد میکنیم. مثل که دیروز بعد گوشت رو آب جوش بود درست به یک ظرف دیگه انتقال میدیم. لپه و عدسی که آب پس کردیم و بهش اضافه میکنیم با برنج خام. 2 ملاقه ماست هم بهش اضافه میکنیم. اینا رو خوب هم میزنیم. اسم سبزی ها رو حاج خانم الان میگه و برگ درخت انگور زیر تاوه میچینیم تا دلمه هامون نسوزه. اینا رو میذارن که دلمه نسوزه. خب این چیه میریزید حاج خانم؟ گل محمدی اضافه میکنیم که خوش کردن حاج خانم قبلا و اسم سبزی ها رو حاج خانم میگه الان. Cevheridir, kişnişdir, reyhandır, nenadır, merze. حاج خانم داره با متریالی که آماده کرده، با موادی که آماده کرده داخل برگ رو پر میکنه و توی قابلمه میچینه. بعد فلفل دلمه‌ای رو پر میکنه.